سلام دوستان، امیدوارم همچنان از ادوبی لذت ببرید و با اتودسک زندگی کنید و گیم رو هیچ وقت فراموش نکنید. رسیدیم به جلسه 28 از آموزش نرم افزار فتوشاپ. تو این جلسه می‌خوایم در مورد ابزار پترن استمپ حرف بزنیم. بریم داخل نرم افزار فتوشاپ و با این ابزار آشنا بشیم. دوستان در جلسه 28 از آموزش نرم افزار فتوشاپ هستیم. در جلسه می‌خوایم در مورد ابزار پترن حرف بزنیم. در مورد کلونشون حرف زدیم، رسیدیم به پترنشون. همون شکلی که از اسمش پیداست، یک استامپی هست که از پترن پیروی میکنه. یعنی چی؟ ما در مورد کلون استامپ حرف زدیم، پترن رو انتخاب میکنم. ببینید مشخصا یک الگویی در اختیار من قرار خواهد داد. این پترن یک کنترل جی بزنم، در کپی تصویر کار کنم. ببینید از اینجا، از این قسمت یک پترنی رو انتخاب میکنم، شروع میکنم به براش کردن. پترن آماده ما با استفاده از براشی که انجام میدیم در تصویر ما ایجاد میشه. یک کنترل زد بزنم، فعلا راجبش حرف زدیم، بریم از اول باسم مرور کنیم. ببینید در مورد این گزینه آشنا هستید. پترن استامپ یک نوع براش هست. پس اگر در این قسمت کلیک کنم، برای من براش ستینگ و براشرز باز خواهد شد. میتونم از گزینه هایی که اینجا هست و براش هایی که دارم استفاده کنم. برای مثال من میتونم از این براش استفاده کنم. ببینید مشخصا براش هایی که گفتم در جلسات قبلی هم، ببینید این گوشه علامتی که داره بهش توجه کنید. احتمالاً یک نوع براشی انتخاب کنید که مخصوص مثلا براش باشه یا کالر ریپلیسمنت باشه. حتما براش که انتخاب میکنید ببینید که آیا در داخل پترن استمپ جواب میده یا خیر. بیاین پایینتر، من از این قسمت این براش رو انتخاب میکنم، برای پترن هم جواب میده. خب یک پترنی رو هم انتخاب میکنم، اجازه بدید این پترن رو انتخاب میکنم. ببینید بلافاصله اینجا که من براش میکنم، اتفاقی که میفته از اون تصویر برای من نسبت به براش که دارم پترن گذاری کرد. درسته؟ ببینید اگر من براش رو انجام بدم، ببینید براش من به چه شکلی ایجاد شد نسبت به اون پترنی که دارم و نسبت به براشی که در اختیار داریم برای ما اجرا شد. خب کنترل زد ها رو بزنیم. خب اگر اینجا باز هم کلیک کنم، من یک سری باز هم گزینه هایی دارم مثل سایز. اگر کوچیکش کنم ببینید چه اتفاقی رخ میده. خب من کوچیکش کردم، در این قسمت یک سری براشی انجام دادم. حالا بزرگش میکنم سایز رو، این قسمت باز هم براش میکنم. اتفاقی که میفته پترن من با افزایش سایز براش بزرگ یا کوچیک نمیشه. دلیلش چی هستش الان بهتون میگم. به خاطر اینکه مستقیما داره از خود پترن دستور میگیره، نه از داخل براش. ما اگر در داخل براش ستینگ سایز براش رو تغییر بدیم، مشخصا نوع پترن رو افزایش نمیدیم، بلکه خود براش رو داریم تغییر میدیم. میگیم که خب آقای براش ستینگ ما فعلا با شما کاری نداریم. در مورد این پنل ها کمی با همدیگه آشنا هستیم. فعلا گفتم در سطح بعدی فتوشاپ در مورد این پنل با شما کلی حرف خواهم زد. فعلا در سطح ابتدایی نمیشه راجع به این پنل حرف زد. خب بریم جلوتر. مودها رو قرار شده که ادجاست ها رو بگیم با هم دیگه، بعدش بریم سر وقت مودها. هرچند که هیو، ساتوریشن، کالر و لامیناسیتی رو یکم با هم دیگه حرف زدیم. اوپاسیتی رو میدونید چی هستش. من خیلی خوشحالم که دارم زود اینا رو رد میکنم تا به ادجاست ها برسم، به خاطر اینکه قبلا در مورد اوپاسیتی فلو حرف زدیم. این گزینه رو میدونید چی هستش، الاین رو میدونید چی هستش. یه دونه امپرسیونیست داریم. این گزینه بذارید بمونه، الان بهتون آخر کار بهتون میگم امپرسیونیست چیه. خب یک گزینه که اینجا هست، من این گزینه رو باز میکنم. اگر شما این گزینه رو باز کنید، پترن ها رو میتونید از داخل این برای خودتون انتخاب کنید. مثلا این پترن رو انتخاب کنید. اجازه بدید براش هم رو هم تغییر بدم. خب پترن رو انتخاب میکنم. شما میتونید پترن های آماده ای که از اینترنت دانلود میکنید رو از این قسمت یک کلیک کنید. گزینه امپورت پترنز رو اگر کلیک کنید، خب من اینجا یک پترنی دارم، فکر کنم یه دونه، اجازه بدید من پترن دارم یا نه. خب اون پترن بود، نمیخواستم اون رو بیارم. EPS رو بزنم. خب اگر پترن دانلود کرده باشید با پسوند پتس برای شما، ببینید دو تا کلیک میکنم، پترن من اینجا برای من باز میشه. ببینید اینجا برای من ظاهر شد. خب اگر روش کلیک کنم، یک پترنی الان من دانلود کردم. این چوب های ترمو هستش که دانلود کردم، میتونم با براش کردن در هر قسمت از تصویر برای خودم ایجاد کنم. پس پترن های شما میتونه هر چیزی باشه و در داخل نرم افزار فتوشاپ از اونها استفاده کنید. خب
شما علاوه بر این که میتونید پترن های آماده ای رو وارد دنیای فتوشاپ کنید، میتونید یک کار دیگه هم انجام بدید خیلی راحت. خب یک کنترل جی بزنم. خب میتونید که یک کنترل او بزنید، مثلا این تصویر رو یا اصلا بریم یک تصویر دیگه پیدا کنیم بیاریمش داخل. بذاریم ببینیم چی داریم ما. خب از این استفاده کنیم، مثلا از تصویری که داشتیم، این قسمت از تصویری که در جلسه قبل با هم دیگه کار کردیم. من با استفاده که از ابزارهای انتخابی که دارم مثل رکتانگل مارکیا این رو انتخاب میکنم. خب این قسمت ها هم انتخاب شده، پس انتخاب مناسبی نیست. میام از ماجیک واند کمک میگیرم ببینم که میتونم خب کنترل دی بزنم، بیام از ابزار کویک استفاده کنم و این بادکنک هایی که اینجا هست رو انتخاب میکنم برای خودم. خب این قسمت رو از حالت انتخاب در میارم، اوکی هست، یاد نمیخوام دقت داشته باشم. بعد از اینکه شما انتخاب کردین ادیت رو میزنیم، میایید پایین گزینه ای داریم اگر پیدا کنیم گزینه، خب اجازه بدید یک کنترل جی بزنم، کنترل دی میزنم، کنترل جی میزنم، کنترل ای میزنم، ادیت. خب اجازه بدید کنترل یک بار دیگه من انتخاب رو داشته باشم. خوبه، ادیت. خب کنترل دی بزنم، حالا فعلا کل تصویر رو یه کنترل ای بزنم، تمام تصویر رو که انتخاب کردم ادیت رو که بزنی بیای پایین پایین دیفاین پترن رو که بزنید میتونید برای پترنی که ایجاد کردید 2 تا 0 میزنم، میام داخل تصویر اصلی من پترن استمپ رو انتخاب میکنم، بازش میکنم. ببینید الان این پترن رو با هم دیگه درست کردیم. الان اگر براش کنم ببینید پترنی که درست کردیم در این قسمت با براش کردن ظاهر خواهد شد. پس ما میتونیم یک تصویر رو وارد دنیای فتوشاپ کنیم، از اون برای خودمون یک پترن درست کنیم. خب اجازه بدید من یک تستی اینجا داشته باشم برای خودم، ببینم یک کاری رو میتونم انجام بدم یا نه که به شما هم بگم که اون کار رو انجام بدید. خب انتخاب فعلا نتونستیم، یک کنترل ای بزنم، ادیت رو بزنم، دیفاین پترن برای من باز نمیشه. خب این شکلی نمیشه، باید یک راه دیگه برای این پیدا کنیم برای اینکه بتونیم دیفاین رو انجام بدیم. خب به صورت براش اتفاق میفته، اما خب فعلا رو نگه دارم، این رو هم میگم بهتون در جلسات بعدی. خب دوستان کجا رسیدیم؟ رسیدیم به جایی که ما تونستیم یک تصویر رو، اصلا اجازه بدید کنترل او بزنم بیام یک تصویر دیگه هم وارد کنیم، مثلا استمپ پترن رو باز کنم، همین ترمویی که دارم رو انتخاب میکنم، ببینید کنترل ای میزنم، انتخاب برای من ایجاد میشه، ادیت گزینه دیفاین پترن رو میزنم یک. خب اجازه بدید کار دیگه انجام بدیم دیگه، کنترل تی رو بزنم اینو بچرخونمش این شکلی، اوکی بزنم، کنترل ای هست، فایل رو باز میکنم، نه ادیت رو باز میکنم، گزینه دیفاین پترن رو باز میکنم، یه 250 بهش معرفی میکنم، میام داخل تصویر اصلیم استامپ رو باز میکنم. داخل این قسمت اگر شما باز کنید خب یک پترن دیگه ای که ظاهر کردیم باز هم با استفاده از تصویری که ایجاد کردیم پترن برای ما باز شد. خب فعلا یاد گرفتیم که با استفاده از براشی که داریم میتونیم پترن ها رو در داخل تصویرمون ایجاد کنیم. یکم بیایم جلوتر، میخوام چیکار کنم؟ شما میتونید اینجا کلیک کنید، راست کلیک کنید و دیفاین هایی که ایجاد کردید رو بعد از اینکه مثلا کارتون یکم رفت جلوتر و نخواستین دیگه بعد پترنی داشته باشین، راست کلیک کنید دیفاین هایی که ایجاد کردین رو حذف کنید. اما یک گزینه بسیار مهم دیگه ای که داریم این هست که اگر شما مثلا بخواید در این قسمت پترن انجام بدین باید چه شکلی ایجاد کنید. میام داخل تصویرم مثلا رکتانگل رو انتخاب میکنم، این قسمت رو کلیک میکنم، این قسمت رو انتخاب میکنم، براش نه گزینه پترن استمپ رو انتخاب میکنم، در این قسمت کلیک میکنم، ببینید پترن فقط در داخل این قسمت ایجاد شد. اما یک جایی هست که میخوام یک لایه جدید اضافه کنم به کارم، درسته؟ و نوع پترن و سایز پترن و اوپاسیتی پترن رو برای خودم
تغییر بدم. در این صورت یادتون باشه یک راست کلیک میکنم، گزینه بلند آپشن رو میزنم، میام پایین تر، در مورد لایر استایل حرف خواهیم زد. فعلا رسیدیم به پترنشون. درسته؟ پترن اورلی رو اگر شما بزنید و از این قسمت پترن رو برای خودتون انتخاب کنید، در این قسمت مشخصا اون پترن ظاهر خواهد شد. دلیل این که الان در این قسمت اون پترن انتخابی ما ظاهر نشده این هستش که این لایه‌ای که ایجاد کردیم خام هست و هیچ رنگی نداره. اگر یک آلت ببینید انتخاب کردم، یک رنگی رو انتخاب کردم، آلت بک اسپیس میزنم، اینجا یک رنگی برای من ایجاد میشه. حالا فرقی نداره، شما هر رنگی میتونید اینجا ایجاد کنید. راست کلیک بلند آپشن رو میزنم، میام داخل پترن اورلی و از این قسمت پترنی که دوست دارم رو انتخاب میکنم. بعد از اینکه انتخاب کردیم میتونید بلندش رو مشخص کنید، بلند مودهاش رو مشخص کنید که گفتم در بعد از ادجاستا راجبش حرف میزنیم. در این قسمت میتونید اوپاسیتیش رو تغییر بدید و میتونید اسکیلش رو از اینجا تغییر بدید. مثلا بذاریش در داخل این اسکیل. خوبه؟ مثلا این اسکیل رو براش معرفی کنید. بعد از اینکه معرفی کردین میتونید که ببینید از این قسمت درسته کلیک کنید و جایگذاری مناسبی رو برای خودتون نسبت به حالا چیزی که دوست دارید جایگذاری کنید. اوکی رو بزنید. اگر دیفالت رو بزنید به تنظیمات اولیه‌اش برمیگرده. اگر میک دیفالت رو بزنید این تنظیماتی که الان اینجا درست کردین درسته میره داخل میک دیفالتش، یعنی تنظیمات اولیه میشه. بعد از اون هر چقدر که ریست دیفالت بزنید برمیگرده به این میک دیفالت. حالا اوکی میزنم ببینید چه اتفاقی افتاد. من اگر در این قسمت ببینید کلیک کنم، ببینید هر جایی که میرم اون پترن هم با من میاد، به خاطر اینکه اینجا هم پترن هست. درسته؟ خب من اینو میذارمش اینجا. یک زمانی هست که شما باز هم میخواید که این پترن رو تغییر بدید. در این صورت به دلیل اینکه از بلند آپشن استفاده کردید، اگر اینجا دو تا کلیک کنید اون بلند باز هم لایر استایلش باز میشه. میتونید بیاید داخل پترن اورلیش، بعدش کلیک کنید و این پترن رو برای خودتون جابجا کنید و ازش استفاده کنید. یا اوکی میزنم، یا کنترل دی میزنم، میام داخل پترن استامپ، گزینه امپرسیونیست. ببینید اگر روش کلیک کنید و نوع پترنی که انتخاب کنید، مثلا این پترن رو انتخاب کنم، بعد دارم کلیک رو ببینیم چی هستش. من اینجا خب گزینه رفته داخل، خب باید یک لایه جدید اضافه کنیم. خب من از این پترن استفاده کردم، این قسمت ها رو بدون امپرسیونیسم براش کردم و همچین اتفاقی رخ داد. اگر شما گزینه امپرسیونیسم فعال کنید اتفاق میفته که این هستش که از رنگدانه های داخل تکسچر شما بر میداره و اونها رو برای شما براش خواهد و از پترن گذاری خواهد کرد. ببینید کلیک میکنم این قسمت ها داره از رنگدانه ها استفاده میکنم و خود تصویر رو دیگه بیخیال شده. درسته؟ ببینید همچین تصاویر رو میتونید با استفاده از گزینه تیک امپرسیونیسم ایجاد کنید. ببینید فقط داره از رنگدانه های موجود داخل تصویر هی آلت رو میزنه، انگار که یک نور رنگی برمیداره. بعدش با استفاده از براش که در اختیار دارید میتونید این کارها رو انجام بدید. نمیدونم شاید یک روزی به درد شما خورد. امیدوارم که از این جلسه هم استفاده کرده باشید. همچنان از ادوبی لذت ببرید و با اتودسک زندگی کنید و گیم رو هیچ وقت فراموش نکنید.